این ویدیو، توضیحات این ویدیو میتونه جون خودت و یا دوستانت و همکارات رو نجات بده. پس تا انتها شرح یک ماجرای برقی رو خوب گوش بده، اتفاقی که میفته و درس هایی که میتونیم از این بگیریم خوب گوش کن و در انتها حتما در کار خودت اون رو به کار بگیر. ببین ماجرا از اون جای شروع شد. شرح یک اتفاق برقی، یک حادثه برقی رو میخوام براتون توضیح بدم که ما چه کار کنیم که این اتفاقات برای ما رو نده. ببینید بعضا وقتی ما احتیاطهای ایمنی رو رعایت نمی کنیم در هنگام کار با تجهیزات الکتریکی، تابلوهای برق، به ویژه بریکرهایی که تحت بار هستن، اتفاقات ناخوشایند که منجر به فوت عزیزانمون، دوستان، همکارانمون میشه، اون رو شاهد هستیم. خب شرح ماجرا از این قراره که در یک شبی تماس میگیرن با یکی از همکاران من توی شیفت که تشریف بیاره و کلید یک الکتروموتور های ولتیج رو از سرویس خارج کنه، چون بهره برداری به اون نیازی نداره. بهره برداری در اصل تماس میگیره به تکنیسین ما. خب تکنیسینمون 10 دقیقه یک رو به بعد مراجعه میکنه به ساب استیشن، بدونی که ایشون مراجعه کنه به بهره برداری، چون بهره برداری عجله داشته که میخواسته خارج کنه ولی ایشون دیر میره و فکر میکنه که تو این مدت دیر رفتن حتما بهره برداری از محل سایت موتور رو آف کرده. خب با عجله تشریف میبره ساب استیشن، چون عجله هم داشته. وقتی که عجله کنیم تو کار حتما قدرت پردازش ذهنمون میاد پایین و ایشون با اینکه آدم بسیار با تجربه‌ای بوده چه کار میکنه؟ چون عجله داشته مراجعه میکنه، کلید رو در تابلوی کلید رو باز میکنه. باید حتما وقتی که کلید رو میخواد بیبرق کنی، مدارات و فرمان کلید رو بیبرق کنی تا کلید از حالت سرویس خارج بشه، کلید قطع بشه. ولی ایشون این کار رو نمیکنه، عجله داشته. ببینید پرمیت نمیگیره، عجله داشته، مستقیم میره سراغ کلید و بدون اینکه مدار فرمان قطع میکنه کلید شروع میکنه به رک اوت کردن، یعنی کشیدن کلید و آتیش بزرگی پرت میشه به صورت ایشون. خب چه اتفاقی افتاد؟ ایشون موهای صورت، دست، صورت، همه اینها سوخت. اما چرا ایشون مراجعه نکرده بود به بهره برداری؟ بهره برداری چون سر شلوغ بود چه کار کرده بود؟ اصلا یادش رفته بود که موتور رو از سرویس خارج کنه و ایشون هم به این تصور که بهره برداری خارج کرده از سرویس حالا این کار رو میکنه بعد میره پرمیت میگیره، که بزرگترین اشتباه تو صنعت همین هست که منجر به حادثه میشه. این پرمیت نگرفتن ها در شبکه‌های توزیع هم باعث مرگ خیلی ها شده، یعنی شنیدیم و دیدیم. بنابراین اقدام درستی که این همکار ما میکرد باید چیکار میکرد؟ وقتی که زنگ میزد، اگر چایی میخورده، هر کاری میخورده، باید میذاشت میرفته پیش بهره برداری، نزد بهره برداری پرمیتشو میگرفته. وقتی که پرمیت بگیره بهره برداری آقا تیک این که الکتروموتور تو سایت از سرویس خارج شده رو میزنه واسش. خب از سرویس خارج شده، همکار ما با اطمینان خاطر، با آرامش خاطر، با روان حالت آرام میره سراغ کلید، مدار فرماناشو قطع میکنه و کلید شروع میکنه کلید رو رک اوت کردن و بدون اینکه حادثه‌ای رخ بده. بخوایم نتیجه بگیریم از این ویدیو، به این نتیجه میرسیم که حوادث ریشه در یک سری عجله ها و عدم رعایت ایمنی ها داره. اگر یک همکارمون تو کارش مراجعه درست میکرد، یعنی تایم رعایت میکرد، سر موقع حضور پیدا میکرد، این یه عامل. دو، بزرگترین عامل عدم مراجعه به بهره برداری به اخذ پرمیت و مجوز کار هستش. اگه این مراجعه میکرد قطعا این اتفاق رخ نمیداد. سه، چرا با عجله کردن مدار فرمان کلید رو قطع نکرده؟ چرا؟ چون وقتی که عجله میکنیم قدرت پردازش ذهن میاد پایین، با اینکه همکارمون بارها این کار رو کرده بود ولی اینجا یادش میره این کار رو بکنه و شروع میکنه به رک اوت کردن و حین بار و آتیش باعث سوختن صورت و موهاش میشه. یه کلیپی هم تو اینستاگرام گذاشتم که خب کلا شرح ماجرا رو به صورت دمو و نشون میده، میتونید
اینستاگرام هم به نشانی electrical.workshop مراجعه کنید و اون کلیپ رو کامل مشاهده کنید. اگه این دوست داشتی این فیلم رو حتما برام لایک کن و اگر ما رو دنبال نکردی دنبال کنید. من آموزش‌های بسیار خوبی رو در حوزه مهندسی برق به ویژه قدرت براتون اینجا آپلود میکنم و براتون به اشتراک میذارم. متشکرم. خدا نگهدار.